اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین. خیلی خوشحالم که یه بار دیگه اومدین ویدیوهای من رو ببینید. از همتون تشکر میکنم، خانواده روحی صاحب الزمان. حالا من همینجوری اسم گذاشتم ها، تمام مردم ایران، تمام شیعیان، تمام مسلمانان جزو این خانواده میشن. حالا چه همراهمون باشن چه نباشن، ما اسم انتخاب کردیم چون هستیم. یه یاداوریه که من یه بابای مهربونی دارم یه نفر که نگاهش به منه، حواسش به من هست، داره میبینه دارم چی کار میکنم. در مورد چشم سوم، ما یه زمانهایی بود، همکارام میدونن روی چاکراها کار میکردیم، 7 چاکرا رو میشناختیم، مدیتیشن میکردیم، کارهای مختلف، ریاضتهای مختلف، اینو بخور اینو نخور، این کارو بکن اون کارو نکن، که به تعادل برسن این چاکرا. و واقعی هم هست و جواب هم میداد و درست هم بود و تجربیاتی هم داشتیم. اما مثلا یکی از تمرینات چی بود؟ این بود که تو در روز مثلا یک مقدار این غده پینال چشم سوم تو ماساژ بده. اما نیازی به این کارا نیستا. من اومدم وقتی که اسلام رو بهتر شناختم، مذهب شیعه رو بهتر شناختم، فهمیدم که همه چیز درش گنجانده شده. مثلا ما در روز 3 وعده نماز میخونیم. چند بار سجده میریم؟ نمازهای یومیت رو فقط اگه بخونی 17 رکعته. تو هر رکعت 2 تا سجده میری تو. ببین 34 تا سجده، 34 بار این ماساژ داده میشه خود به خود که غده تحریک بشه. بعدش یکی از چیزهایی که آجنا چاکرا، چاکرا ششم رو مسدود میکنه چیه؟ قبول نکردن حقیقت. تو فقط اگه میخوای چاکرای ششم به تعادل برسه، باید حق رو بپذیری، پیرو حقیقت باشی، از حق دفاع کنی، حق رو ببینی. با دیدن حقیقت، با قبول کردن واقعیت، چشم سوم تو باز میشه. یه استاد خیلی بزرگواری داشتیم میگفت اگه تو بتونی از همین حواس پنجگانه، چشایی، دیداری، شنیداری، واقعا درست استفاده کنی، یعنی وقتی غذا میخوری طعم‌ها رو بچشی، وقتی میبینی نگاه میکنی واقعا نظاره‌گر باشی و نگاه کنی، وقتی میشنوی واقعا حواست به اون زیبایی صدایی که شنیده میشه باشه، اینجوری تو حسهای دیگه هم فعال میشه، چون از این حسات داری به درستی استفاده میکنی. و درست استفاده کردن از نعمت‌هایی که داریم یعنی شکر نعمت. این یه نوع شکر کردن، زبانی هم یه نوع شکر کردن دیگه است. و شکر نعمتت افزون کند. خداوند در قرآن میگه و قلیل من عبادی الشکور. کمن انسان‌هایی که شکر میکنن. انسانی که شکر میکنه واقعا بهش افزوده میشه، بزرگ میشه، از لحاظ معنوی، از لحاظ روحانی، از لحاظ ذهنیت، از لحاظ استعداد، از لحاظ قدرت فهم، یادگیری، حافظه، از لحاظ مادیات، از لحاظ پول، از لحاظ مقام، شهرت، هر آنچه که بخوای. وقتی شکرشو میکنی خداوند بیشترش میکنه. و الحمدلله رب العالمین که داده های خداوند نعمت و نداده هایش حکمت است. در مورد چاکراها من اول یه بحث کلیشو میگم، اگر دوست داشتین برام کامنت بذارین که بعدا بتونم بیشتر این مبحث رو باز کنم. چون کانال ما بیشتر حالا آگاهی رو پخش میکنیم، نور رو پخش میکنیم، اما مسائل مذهبی و مهدوی و معنویه. حالا این هم میتونه جزئی از اونها باشه. اگر که توی که مدیتیشن میکنی نمازت رو نذاری گوشه، نگی این مدیتیشن خیلی بهتره من وصل میشم باش. نه، تو میری تو خلسه 2 تا تجربه میکنی برمیگردی. تو نماز چیزی بهت میدن، جایی میری که با هیچ چیز دیگه ای نمیتونی اون رو تجربه کنی. یه بار تو یکی از نمازام بوده، حالا شاید اینو سانسور کنم نگم، ولی حالا ضبطش میکنم ببینم چی میشه. داشتیم نماز میخوندیم و من جماعت بود، من چشام بسته بودم و همینجوری ذکر راهی میگفتم. اون آرامش درونیه، اون سکوته برای من رخ داد. من واقعا احساس کردم که روحم اونجایی که داره نماز میخونه نیست. شاید باور نکنید ولی صحنه کربلا رو دیدم، زیارت امام حسین رو دیدم، در همین که داشتم نماز میخوندم. و خواب که نبودم که. چیزای دیگه در مورد چشم سوم بخوام بگم، این نیست که یک چشم اینجا بکشن مثل اون عکسی که من درست کردم. یه سری هستن تو فضای مجازی حرف میزنن، یه خالکوبی تتو هم اینجا زدن. نه، به این چیزا نیازی نیست. این چشمی که دیدنی نیست، مردم نمیبیننش، باید بتونه نادیدنی ها رو ببینه. مثلا من تو رو نگاه میکنم، میفهمم حال و اوضاع درونت چه خبره. این یعنی چشم سومت بازه. من یه جایی، یه جمعی، یه محفلی، یک شیئی رو نگاه میکنم، میفهمم که این انرژیش توی چه سطحیه.
توی سطح احساس گناه، توی سطح شرم، توی ارتعاشات پایینه، یا نه توی مثلا لول و ارتعاش شوک‌گذاریه، توی لول و ارتعاش نورانیته. و جالب اینجاست که من خودم و خدا خیلی خواستم، چون یه تایمی بود استفاده غلط ازشون بکنی میگیرن ازتونا. یعنی تو هر قدرتی که خدا بهت میده باید تو راه حق ازش استفاده کنی، باید از اون بتونی یه خیری به بنده‌های خدا برسونی. یه تایمی بود که چشم باز شده بود، الان نمیگم چشم بازه یا نیست، ولش کن. ولی میرفتم پیش آدم‌ها میگفتم من 2 دقیقه 1 دقیقه در مورد شخصیت شما صحبت میکنم، شما بگو که من چند درصدشو درست کنم. بالای 90% اینا میگفتن 80-90% چیزایی که داری میگی در موردمون درسته، با اینکه من اصلا نمیشناختمشون. این اون چیزی بود. ولی چرا؟ چون همینجوری رفتم میدادم بلکه این در مورد این میگفتم، در مورد اون. بعد یه مدت دیدم دیگه نمیبینم، دیگه نمیفهمم، واقعا اون لولی که قبلا توش بودم دیگه نیستم. چرا؟ چون استفاده درستی ازش نشد. و بعدش به خدا گفتم خدایا من ازت خواهش میکنم، تو ستارالعیوبی، عیب ما رو میپیشونی، پس کمکم کن که من هیچ عیب و نقصی از دیگران نبینم. من وقتی درون یکی رو میتونم متوجهش بشم یا حس کنم یا یک سری از ویژگی‌های شخصیتیش رو بفهمم، نمیخوام عیباشو ببینم. چرا؟ چون من وقتی میبینم اونو، در واقع دارم اون عیبی که درون خودم هست و پروژکت شده توی آینه روبرو، اونو دارم میبینم. آدم خوبه عیباشو بفهمه ولی روشون کار کنه، درستشون کنه، نه اینکه توجهش باشه روی نقاط ضعف و با توجه و تمرکز روی اون انرژی بذاره و اون رو قوی‌تر کنه و اون رو تشدید کنه و اون رو در زندگیش بیشتر کنه. میگه یکی از راه‌های موفقیت اینه که تو جایی که موفق شدی، جایی که خوب عمل کردی، جایی که پیروز شدی، نقاط قوت خودت رو یه جا یادداشت کن، با خودت یادآوری کن یا با یه نفر در موردش صحبت کن. چون قانون جهان همینه، به هر چی که توجه کنی، به فقر، به بیماری، به بدبختی، به دزدی، به زندگی دعوتش میکنی. ولی حالا بیا به سبحان، به پاک و منزه بودن، به بی‌عیب و نقص بودن خداوند، به ثروت، به پول، به هر آنچه که دوست داری، به معنویت، تمام چیزهایی که انرژی مثبت بهت میده، به اینها فکر کن. ببین چقدر لول ارتعاشیت بالا میره. چاکرای اول، چاکرای دوم و چاکرای سوم چیزیه که من الان در این لحظه از وقتی که اومدم جدا از معنویت دارم روش کار میکنم. 3 تا چاکرای پایینی مربوط به مادیات میشن که نور قرمز به ترتیب نارنجی و زرد تحریکشون میکنه. نور خورشید، یه شب خواب قرمز اگه بخوای بزنی، این حس امنیت رو در تو بالا میبره، قدرت خلاقیتت رو بیشتر میکنه، تو میتونی بیشتر برنامه ریز خوبی باشی و زندگیت رو بهتر بسازی، از لحاظ مادیات رشد کنی. من از لحاظ مادی ولی حرفی ندارم الان بعداً ولی حرفها خواهم زد. و چاکرای سوم که خورشیدی، اون قدرت، اون اراده، این رو میگه. من کلا توی قلب به بالا فعالم، یعنی هم عشقم رو احساس میکنم، چاکرای قلب با عشق فعال میشه، با تنفر و نفرت مسدود میشه. چاکرای گلو ویشودهی با حرف حق زدن، با حقیقت رو گفتن فعال میشه، با دروغ مسدود میشه. چاکرای ششممون آجنا چاکرا، این هم گفتم با حقیقت دیدن، با قبول واقعیت فعال میشه. و با چی؟ پیرو باطل بودن. به نظرم با پیرو باطل بودن چشم سومت بسته میشه، کور میشی، نمیبینی. میگه که دلش کور شده، نمیبینه، نمیشنوه اون حرف حقی که زده میشه، بخاطر یه چشم سومش بسته است، خبر نداره. و چاکرایی که از همه بیشتر دوستش دارم، سهاسرارا، چاکرای تاج سر، که تو رو وصلت میکنه، که تو باید احساس کنی که از بالا داره اون انرژی به جسم من، به جان من وارد میشه. از کف پاهم اون ریشه به عمق کره زمین زده میشه. این توی نماز اتفاق میفته، همه فکر میکنن توی مدیتیشن اتفاق میفته. نه، تو وقتی به نماز میایستی از پایین به کره زمین، به ریشه وصلی، از بالا به کائنات، به منبع انرژی وصلی. درون تو این 7 چاکرا خودشون منبع انرژی هستند. و چشم سوم آیا واقعیه؟ بله، علم میگه که واقعیه. خب چجوری من چشم سومم باز بشه؟ نه، من میترسم چشم سومم باز بشه. اگه که یه سری چیزا ببینم که ترسناک باشن چی؟ اولا من همیشه به همه گفتم، مثلا اونا که شب میرن بیرون، ببین تا وقتی که تو میترسی از دیدن چیزی، اون چیزو نمیبینی. میگن هرچی بترسی سرت میاد، اون داستانش جداست، بحثش مفصله، باید باز کنم. خب پارادوکسا رو اشتباه نگیریم. منظورم این موجوداتیه که تو با چشم سوم میبینی، خودشون رو نشون نمیدن به تو. چرا یه سریاشون ممکنه که اهل کفر باشن، اهل اذیت کردن باشن، اونا من کاری باشون ندارم، چون خدا نمیذاره بیان سمتت. توی بسم الله هم که میگی یه یاد خدا رو که در قلبت زنده میکنی، میگن یه نفر داشت میرفت، 2 تا شیطان از بغلش داشتن هی اینو وسوسه میکردن، هی داشتن بهش حمله میکردن، وجود میبرن که بکشوننش یه راهی. این یه
السلام علیک یا ابا عبدالله الحسین گفت اون کسی که داشت این صحنه رو میدید گفت دیدم اون دو تا شیطان خوردن به دو تا دیوار دو طرف و پودر شدن. الله اکبر. بله اتفاق میفته. ولی خب اونایی که نورن، اونایی که خوبن، اونایی که ارتباط گرفتن باشون مضر انسان نیست. به نظرم آمادگیش رو هر وقت داشته باشی میتونی اون ارتباطه رو بگیری. و مهمتر از همه اینکه ما سطح خودمون رو بیاریم بالا. من سعی کنم با فرشتگانی که همیشه همراه منن، نامه اعمال من رو، اصلا گفتاری که من الان دارم میگم رو داره مینویسه، سعی کنم با اینا ارتباط بگیرم. یا فرشته‌ای که اهل پخش کردن روزیه، فرشتگان مقرب، اسرافیل، میکائیل، جبرئیل، با اینها بتونم ارتباطم رو قوی‌تر کنم، بهتر کنم. ببینید ما وقتی که این دنیا میریم این ارتباطایی که شکل دادیم بیشتر جلوه میده. الان شاید شما مثلا متوجهش نباشید. مثلا منی که خیلی امام رضا رو دوست دارم، عاشق امام علی ام، عاشق امام حسینم، و اونجا که میرم اینا میان پیش من، رفیقیم با هم، میبینیم هم دیگه رو. ولی شاید قربونش برم آقای امام حسن، شاید آقای امام جواد، اینا که اگر رابطه خوبی، رابطه قلبی خیلی فوق‌العاده هنوز باشون درست نکردم، خب اونجا بی بهره‌ام از وجود نورانیشون که باید این رابطه رو از سمت خودم سعی کنم برم سمتشون، بهتر بشناسم، بیشتر باشون صحبت کنم، عشق و صمیمیتم باشون بیشتر بشه. اگه با تمام مردم دنیا هم دوست باشی بازم کم. چشم سوم واقعیه؟ آره واقعیه. از چه راهی بازش کنم بهش برسم؟ من که میگم همین الان چشم سومت بازه، ولی خب وسعت داره، محدوده داره. یک سری چیزها رو میتونی ببینی، یک سری چیزها رو درک میکنی. همون به نظرم همون شهوده میشه که حتما هم گاهی اوقات نیاز نیست که تو ببینی، حس میکنی، میفهمی که این داستانش اینه. الان که من اینجا نشستم تنها ننشستم. خب حالا کار ندارم که تو میخوای چیکار کنی، یا دارم از جهت آگاهی میگم. و بهتره که تو در مورد ارتباط فقط تمرکز روی منبع، روی الله باشه. الان من میخوام مثلا سرباز خوبی برای امام زمان باشم، میخوام آقا رو ببینم، تمرکزم روی منبع، روی اللهه. به خاطر اللهه که جانشینش رو میخوام، به خاطر اللهه که میخوام به جانشینش خدمت کنم، به خاطر اللهه که اصلا من باید رابطم با الله خوب بشه که بگم الله جونم، عزیزم، پروردگار من، برسون زورش رو دیگه. از کی میخوایم زور امام زمان رو بگیریم؟ این رابطه با الله میخوام بگم که چقدر مهمه، چقدر مهمه. حالا دیروزم یه کلیپ نگاه کردم میگفت تو جوونی بیشتر نماز بخونیم یا دعا؟ تو پیری چی؟ من جواب اومد که تو جوونی بیشتر دعا کنید. خدا میگه بندهای من جز دعا پیش من هیچی ندارم. و همونجور که میدونید دعای مستجاب نشده نداریم. مثلا من همین الان میگم به خدا هر کسی این ویدیو رو میبینه شاد، پیروز، سربلند، ثروتمند و سعادتمند در دنیا آخرت باشه. این دعا مستجاب شد 100%. الان خودت شاید بپرسی که چجور دعا کردی مستجاب شد؟ من که الان پولدار نشدم، من که الان ثروتمند نشدم. میشی، ولی زمان نیاز داره. گاهی اوقات دعایی که میکنی همین الان بهت میدن، اوکی خدا شکرت. گاهی اوقات نه، صبر میکنن بعدن میدن، بعدن که بدن بهترشو میدن. خب پس بهتر خدا من صبر میکنم، بازم خدای شکرت. این که بهترشو میدن به خاطر اون صبریه که کردی. یا نه اصلا این دنیا جواب دعاتو نمیده، میری اون دنیا. بعد میگن آقا رضا رو بیاریم پیش ما، من میرم پیش خداوند، حالا کوچیکم، خوارم، حقیرم، ذلیلم. یه چقدر این دعا کرد تو دنیا؟ میگن 10 تا دعا کرد، چند تاش مستجاب شد؟ یکیش مستجاب شد، 2 تاش مستجاب شد، 3 تاش مستجاب شد. میگه خب اینا که هیچی، کدوم دعاش مستجاب نشدن؟ میگه آقا این 7 8 تا دعاش هم مستجاب نشد. میگه در قبال اون یه چیزی به تو میدن که تو میگی وای خدایا کاش هیچ کدوم از دعام تو دنیا مستجاب نمیشد. حالا در مورد این یه چیز دیگه هم بهتون بگم، این که خدا دوست داره صدای تو رو بشنوه. اگه گاهی اوقات هم بهت نمیده، دوست داره بیشتر بیای، دوست داره بیشتر بگی، دوست داره بیشتر پیش‌گذاری کنی. اما اونی که خوشش نمیاد میگه این فرشته ردش کنید، داش مستجاب کنید. این به خاطر چی گفتم؟ به خاطر اون حالت بین خوف و رجا، بین اون بمونی. یعنی اگه اندازه تمام اهل عالم عبادت کنی، فکر نکن که قبول شده و دیگه حالا فاصله تو تا بهش فقط مرگته. نه، اگه اندازه تمام اهل عالم هم گناه کنی، اصلا ابدا فکرشو نکن که جهنمی هستی. نه، اون امیدت به رحمت خدا. چشم سوم، حاج آقا من میخوام یه چیزایی رو ببینم، چیکار کنم؟ بهت بگم چیکار کنی؟ دنبال دیدن چیزایی که الان نمیبینی نباش.
تو زمان مناسب، تو مکان مناسب، آنچه که لازم باشه رو میبینی. و من همیشه خدا میخوام اونی که به خیر و صلاح هم نیست ازم بگیر، اونی که به خیر و صلاح هم هست بهم بده، هر چقدر که حتی خودم دوست داشته باشم یا نداشته باشم، چون من مالک خیر و ضرر خودم که نیستم که. در مورد دیدنم همینجوره. امیدوارم که شاد، پیروز، باز دوباره تکرارا بگم، سربلند، سعادتمند و ثروتمند در دنیا و آخرت باشید. دوستتون دارم. ویدیوم رو لایک کنید، کامنت بذارید، سابسکرایب کنید، زنگوله رو روشن کنید که من هر هفته براتون ویدیو میذارم. از دستش ندید. همون لحظه که ویدیو اومد بیاین نگاه کنید. با نگاه کردن تو من انرژی میگیرم، واقعا انرژی میگیرم. کامنتاتون رو که میخونم، یه سری کامنت ها واقعا الهام بخشه. واقعا اون وقتی که من انرژی میاد پایین توی تولید محتوا، شما با اون کامنت به من میگین رضا پاشو دوباره ادامه بده، بهتر کار کن، چیزهای مفیدتری بگو. اگه مطلب جدیدی دوست دارین یا موضوعی که دوست دارین در موردش بحث بشه بهم بگین. من اگر که اطلاعات داشته باشم، تخصص داشته باشم که حقیقت باشه، یقین نسبت به اون موضوع داشته باشم بهتون میگم. اگر که نه دیگه خب خدا میخوام که روشنتون کنه. شب قدر من نور بارون میشه با ذکری که شیرین تره از عسل. به جای تموم مناجات ها میگم عجل عجل عجل.